میخوای بالاترین کیفیت ممکن رو از بلندگوی سیستم صوتی ماشینت بگیری و از صدا و کیفیتش لذت ببری و عشق کنی، یکی از کارهایی که باید انجام بدی اینه که بلندگوهاتو اصولی نصب کنی که داخل این ویدیو با عشق بهت یاد میدم. برای گرفتن بالاترین کیفیت ممکن از بلندگوهای سیستم صوتی ماشینت باید بدونی مثبت منفی بلندگوهات دقیق و درست باید به مثبت منفی خروجی‌های صدای پخشت وصل بشه، یعنی مثبت منفیش چپه وصل نشه. اگه مثبت منفی یک بلندگو درست باشه، یک بلندگو اشتباه باشه، متضاد هم بلندگوها بالا پایین میرن و همین متضاد هم بالا پایین رفتنشون باعث میشه صدای همو خنثی کنن و یک کیفیت صدای به شدت پایینی بهتون بده. برای درست وصل کردن مثبت منفی خروجی‌های صدای پخش به بلندگو، اول باید بدونید خروجی‌های صدای پخش مثبت منفیش کدومه. شما توی پخشتون 8 تا سیم دارین که دو تا وصل میشه به یک بلندگو. سیمی که یک خط مشکی روش کشیده شده اون منفی بلندگوتونه و سیمی که هیچ خط مشکی نداره و رنگ ثابتی داره اون مثبته. برای مثال بنفش مثبت، بنفش مشکی منفیه. و برای تشخیص مثبت منفی بلندگو هم این پستی که عکسشو میارم بالا داخل پیجم قرار گرفته رو برو ببین، بعد بیا ادامه ویدیو. حالا که شما مثبت منفی بلندگوها و پخش تو فهمیدی کدومه، باید موقع نصب خروجی‌های پخش به ماشین بدونی اون سیمی که وصل میشه به خطدار یا همون مشکیدار خروجی صدا چه رنگیه. بعد اون سیم دقیقاً کشیده شده رفته عقب جای بلندگوهای ماشینت، همون سیمو وصل می‌کنی به منفی بلندگوت و سیم دیگر هم وصل می‌کنی به مثبتش. اینجوری شما یک نصب اصولی و حرفه‌ای انجام دادی. بنده امیرحسین رمضانی هستم، متخصص نصب و تعمیرات لوازم سیستم صوتی خودرو با بیش از 7 سال سابقه تو این حوزه کاری و به علاقه‌مندانی که درآمدشون زیر 20 میلیون تومان دوست دارن یک شغل فنی رو یاد بگیرن و درآمدشون رو بین 20 تا مثبت 50 میلیون در ماه برسونن، شغل تعمیرات بلندگو، سابوفر، میدرنج و سوپر تیوتر رو با عشق آموزش میدم. اگه میخوای اطلاعات بیشتری از این شغل کسب کنی، پیجمو حتما دنبال کن و هایلایت قرمز و هایلایت رضایت هنر رو داخل پیجمو ببین.